سلام دوستان عزیزم، دخترای زیبا، بهتون قول داده بودم که براتون هر روز یک دقیقه استوری رو بذارم که آموزشی باشه، که بدونید که ما اینجا آموزش هامون از مبتدی تا پیشرفته هستش. دختر زیبای دوست داشتنی، مو رو نگاه بکنید. یک مویی که موی بیبی هستش، از سر چیده شده هست و موی روسه. نگاه بکنید سر موها هیچ کدوم هنوز سرکراتین نشده. وقتی ما یک دسته موی رو میگیریم که در ابعاد 200 گرم، 300 گرم، 500 گرم هست، میبینید که این مو چقدر حالدار هستش، یه پیچ و تاب خیلی خوشگل داره. تقسیم بندی میشه این موها و بعد از تقسیم بندی شروع میکنیم پرتگیری موها. پرتگیری موها اصولا از حداقل 20 سانت پایین تر از خطی که کشها رو بستیم انجام میدیم، یعنی کاملا پرت و ریزه های مو رو ازشون میگیریم. بدون انجام این کار سرکراتین کردن کاملا اشتباهه.